سلام، امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به بزرگترین اختلاسایی که تا به امروز تو ایران اتفاق افتاده. با فکس فارسی فکتوری همراه باشید. اولین اختلاس مربوط میشه به فاضل خداداد که تو سال 71 به مبلغ 123 میلیارد تومان اتفاق افتاد. پرونده بعدی مربوط به شهرام جزایری که تو سال 81 فقط 4 میلیارد تومان اختلاس کرد. پرونده بعدی که مطمئنم خیلیاتون راجع بهش شنیدید مربوط میشه به خاوری که تو سال 1390 3000 میلیارد تومان اختلاس کرد. بعد از اون شهرام جزایری تو سال 92 18000 میلیارد تومان اختلاس کرد. اما یه اختلاس خنده‌دار تو سال 94 اتفاق افتاد که خیلی هم بزرگ بود. گم شدن دکل نفتی به مبلغ 4000 میلیارد تومان. تو همون سال که دکل نفتی گم شد بیمه ایران هم اختلاس کرد. مبلغش 7000 میلیارد تومان. بعدی اختلاسی بود که سر حقوق‌ها املاک نجومی اتفاق افتاد به مبلغ 2500 میلیارد تومان. سال 97 پتروشیمی 90000 میلیارد تومان. 97 بانک سرمایه بیکار نشست و 8000 میلیارد تومان ناقابل اختلاس کرد. 99 خودروداران بیکار نشستن و شرکت عظیم خودرو 50000 میلیارد تومان اختلاس کرد. 1401 92000 میلیارد تومان فولاد مبارکه. 1402 140000 میلیارد تومان چای دلش. یعنی باید واسه جمع زدنش از هوش مصنوعی کمک بگیریم، چون عدد انقدر بزرگ میشه که دیگه نمیتونیم اونا روی کاغذ بنویسیم. عددی که سهم همه ایرانی‌ها توش جا داره. ممنون از اینکه سابسکرایب میکنید و لایک کردن رو فراموش نکنید.